چطورید؟ خیلی خیلی خوش اومدین به یه ویدیوی خفن. بچه ها امروز قراره که با این ترشک ها یه کاری میکنیم. شاید فکر کنیم که مگه چیه؟ ویدیو چیه؟ مگه ما ترشک هم میخوایم برای ویدیو ترشک ببینیم؟ نه، ما قراره که با اینجا دیدید یه چیز خیلی خوشمزه درست کنیم. یعنی قرار نیست که شاید بخوریم، قراره که باش یه چیز خوشمزه درست کنیم. میخوام از یه نفر دعوت کنم بیاید جلوی دو. کارم قرار نیست زیاد تو ویدیو باشه، یعنی یه تیکه اومده که یکم بهم کمک کنه. بچه ها قرار نیست که اینا هم بخورم ولی که ویدیو بگیرم. قراره که امروز اینها رو خب مثلا این نمونه خب بازش که کردیم این رو میریزیم توی این لول میکنیم، آلوچه میریزیم، نمک نیاورده ما نمک میریزیم. حالا الان درست اولین کاری که میکنیم لواشک رو باز کرده و نمجیجی میکنه. خیلی خوب بچه وای بچه فقط تو جان من بچه دلتون رفت، تو جان من رو فوش ندید. بچه ها به مشکل در آوردن لواشک خوردید ولی کوچیکشو درست کردیم. ولی خدا به فیلم بردار دلش رو آب میشه، قش میره. اول من میخوام بعد بازم درست میگم. الان داریم لول میکنیم بعدی رو. نمک از ترشک به نظر مامانمونو براتون بعدم میگم. بچه مامانم برای که ما شکرینه اینجا بعدش من رو بد در میارم. بچه یکی دیگه بر خواهم درست کنیم. 2 تا هست بچه ها. بچه این اصلا بهتر شد. این اول میزنیم زمین. خب حالا بریزم. بچه این آبدار تر خوش به حالت. که دیگه آلتریز کنیم برش. بچه حالا باید نمک بچه این از همه خوشمزه تره، حتما اینو بخرید. اینه که فکر کنم اینجوری در بیاد. این میاد بکنم. بچه این در میاد. اونا بچه در نمی اومده، همه شدیم که دولایست. بچه اینه که دیگه واقعا درست میرم. به خدا بهتون قول میدم. خدا خوش اونقدر نمک مونده. بخوریم بچه بخوریم که تا نریخ.
بچه ها وقتی همزه خوشم گرفت دیگه نتونستم که از ویدیوی ترشکمون خوشتون بیاد. دوستتون دارم زیاد. تا ویدیو بعدی بای.